بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بخاری امیر مؤمنان در علم حدیث در کتاب جامع صحیح خود در کتاب علم آن گفتند که باب من رفع صوته بالعلم، باب آید آن آدمی که آوازش را با علم بلند برداشته است. سبحان الله. امام بخاری خیلی که علما میگن که فقه البخاری فی تراجمه، فقه بخاری، علم امام بخاری در همین ترجمه هایش، ترجمه به معنای یعنی عنوان هایی که در ابتدای حدیث میمونن، پیش از آن که حدیث را روایت کنن از همین حدیث یک چی استنباط میکنن، معنا میبرارن، حکم میبرارن. گفتن که باب من رفع صوته بالعلم، باب درباره آن آدمی که آوازش را با علم بلند برداشته است، یعنی علم را با آوازی بلند رسانیده است. گفتن یعنی آیا جایز است یا جایز نیست، همین خیلی مسئله گذاری کردن. بعد از آن حدیثی شصتم را روایت کرده، گفتن که حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. این حدیث را امام بخاری از عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت کردند. میگن که در یکی از سفرهایی که همراهی رسول الله صلی الله علیه و سلم سفر کردیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از مردم قفا ماندند، یعنی ما مسافرها در پیش بودیم و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در قفا باقی ماندند. و وقتی نماز فرا رسیده بود و قریب بود که وقتش تمام می شود، وقد ارهقتنا الصلاه، یعنی ما را وقتی نماز تنگ کرده بود، یعنی از سبب ضیق وقت، کم بودن وقت، ما مجبور سراسیمه‌وار طهارت کردیم و از این حساب فجعلنا نمسح علی ارجلنا، با پایهای ما مسح میکشیدیم به معنای اینه که مانند رافضی ها با 3 انگشت پای مسح کشن. این باطل است. اینا پا را میشستن، از سبب کم بودن آب و از سبب تنگ بودن وقت سراسیمه‌وار و بعضی جایهای پا آب که نمی رسید، آب را با دستشان می رسانیدن، تر می کردن. و در دیگر روایت ها آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دوری دیدن که مانند ناخون در عقیب پایشان، در عقیب پا کمک جای خشک ماند، آب نرسید. بنابراین آن خشکی را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از دوری مشاهده کردند. این دلالت به قوت چشمشان میکند صلوات الله و سلامه علیه. از دوری دیدند که مانند ناخن از موضع از قدمهایشان خشک ماند در عقیب پایهایشان. فنادى باعلى صوته، با آواز بلندشان ندا کردند، چون آنها در دور بودند و پیامبر صلی الله علیه و سلم حاجت داشتند که آواز خود را بلند بردارند. فنادى باعلى صوته. ما در کتاب علم قرار داریم. ببینید امام بخاری کدام حدیث را در کتاب علم آورده. این که حدیث را دیگر محدثا و فقها در کتاب طهارت ذکر میکنند، امام بخاری در کتاب علم آوردن. فنادى باعلى صوته، پیامبر صلی الله علیه و سلم با آواز بلندشان ندا کردند. ندا از دور میشد، اگر کسی در نزدتان باشد ندا نمیشد. ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. ویل باد کلمه عذاب است و کلمه هلاک است. ویل باد با آن عقیبه هایی که در وقت طهارت خشک میماند. چی جای آن آدمی که با 3 انگشت به پای لوچ مسح میکشد، باقی مانده 90% پا خشک ماند. اینجا 90% پا تر است، فقط کمتر جا قدر انگشت، شاید 5%، شاید 1% جا خشک مانده است. گفتن که ویل باد، یعنی دوزخ باد به آن عقیبه هایی که
در وقت طهارت خشک میماند. گفته با آواز بلندشان مرتین او ثلاثا، 2 مراتبه یا 3 مراتبه تکرار کردن. ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. این حدیث یعنی خیلی که میبینید امام بخاری روایت کردن و اینچون 3 مراتبه در صحیح بخاری آورده. یا مراتبه در همین کتاب علم با آوردن، در بابت یک مسئله را 3 بار گفتن تا اینکه طلبه ها فهمند. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 مراتبه یا 3 مراتبه گفتند که ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار، ویل للعقاب من النار. حتی شنونده حفظ میکند، یعنی علم را استاد تکرار میکند 2 مراتبه 3 مراتبه تا اینکه شاگرد حفظ کند. در آن باب آوردن. حالا میبیاید اینچونی در کتاب طهارت هم آوردن. و امام مسلم در صحیح مسلم، یعنی حدیث متفق علیه است، در کتاب طهارت باب وجوب غسل الرجلین آوردن. باب درباره واجب بودن شستن 2 پا، یعنی 2 پا رو شستن واجب است، حتمی هست، در آنجا آوردن. و واقعا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که حاجت که پیدا کردن علم را با آواز بلند به مردم میرسانیدن. خیلی که در صحیح مسلم آمده است، در حدیث جابر رضی الله عنه گفتن که کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا خطب و ذکر الساعه اشتد غضبه و علی صوته. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر خطبه جمعه خوانند و علی الخصوص ذکر قیامت شود، اشتد غضبه، غضبشون سخت میشد. برای الله تعالی به خاطر دین الله تعالی غضب میکردن، اما برای امور دنیا غضب نمیکردن. روز آمدن گفتن یگان چی دارید خوریم؟ گفتن که هیچی نداریم یا رسول الله. گفتن که این نیدن صائم، این باشه من روزه دار. گفتن این باشه من روزه نیت کردم، این روزه نافله. در حدیث جابر وقتی که جابر خوابش میبرد در سفر، اومده با اسبش به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه میشود و اوزانگی اسب جابر پای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو یعنی عذاب میدهد. اومده میرسد و پیامبر صلی الله علیه و سلم آواز میبرد میکنن، یعنی از شدت علم. بعد جابر بیدار میشد و استغفر لی یا رسول الله، استغفر لی یا رسول الله، یا رسول الله به گناه هم از الله تعالی مغفرت پرسید، به گناه هم از الله تعالی مغفرت پرسید که من شما رو اذیت دادم. گفته وقتی که ترسید گفتن که سر راه گرد، یعنی پروا نکن. امور دنیا باشد غضب نمیکردن، اما امور آخرت، حرمات الله تعالی پایمال شود، حق الله تعالی پایمال شود، غضب میکردن. خلاصه حضرت جابر میگن که وقتی که خطبه میکردن و ذکر قیامت که میآمد غضب میکردن، غضبشان شدت میگرفت و علی صوته، آوازشان بلند میشد. چون آوازی بلند گاهها در قلبها تأثیر میکند، خوابها را هوشیار میکند، یعنی گاه آواز را بلند میکردند و این رسانیدن علم است. امام بخاری گفتن که باب من رفع صوته بالعلم، باب درباره آن آدمی که با علم آوازش را بلند کرده است. و این چنین در مسند امام احمد از حدیث نعمان به همین معنا آمده است، فقط یک عباره زیادتی است که حتی لو ان رجلا بالسوق لسمعه، حتی یک مرد اگر در بازار باشد آواز پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از بالای منبر میشنوید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای منبر هستند، خطبه داشتند، از بازار میشنیدند. این دلالت به قوت آواز جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند و این دلالت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آواز بلند شریعت را میرسانیدند. و استدل به ایضا على مشروعیت اعاده الحدیث لیفهم. اینا گفتیم با این حدیث دلیل آورده شد برای آنکه یک سخن را چند مراتبه تکرار کنیم تا اینکه فهمد. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری یک سخنی را نقل کردن، بسیار سخنی پرتأثیر است به آن آدمی که میفهمد. قال ابن رشید، حافظ ابن حجر میگن که ابن رشید گفت في هذا التبويب رمز من المصنف إلى أنه يريد أن يبلغ الغاية في تدوين هذا الكتاب بأن يستفرغ وسعه في حسن ترتيبه وكذلك فعل رحمه الله تعالى. در این باب گذاری
امام بخاری گفتن که باب من رفع صوته بالعلم، باب آیدی آن آدمی که آوازش رو با علم برداشته است. ابن رشید میگوید که در این تبویب، در این بابگذاری و عنوانگذاری امام بخاری رمزی هست، اشاره هست به آن که امام بخاری با این باب گفتنی است که من در تدوین این کتاب، در نوشتن این کتاب یعنی صحیح بخاری، تمام قوتم را صرف میکنم تا اینکه در بهترین ترتیب آید این کتاب و همین خیل هم کردم. گفتم از سخن ابن رشید من همین خیل فهمیدم که باب درباره آن آدمی که آواز خود را با علم بردارد. وقتی که آواز خود را با علم بردارد بسیارتر آدم ها میشنود. و امام بخاری یعنی خواه این به واسطه باشد خواه به واسطه، مثلا وقتی که در مسجد با بلندگویک سخن میکنیم، ما علاکه آواز ما بلند کردیم به واسطه بلندگویک تا اینکه دورتر آواز ما رسد. امام بخاری میگن که باب درباره آن آدمی که آوازش را با علم برداشته است، با کدام واسطه که باشد. و امام بخاری علمشان را به واسطه کتاب رسانیدن. امروز آواز امام بخاری را ما شنیده استادیم به واسطه کتابشان، نه به واسطه آوازشان. در زمانه امام بخاری نبود نوار بردارهای و ثبت کننده ها که ما امروز آواز امام بخاری را حفظ کرده باشیم. امام بخاری علمی خود را به طریق نوشتن بلند کردند که تا تمام مشرق و مغرب رسیده آمد. در این بابگذاری رمزی هست از مصنف رحمت الله علیه که او میخواهد که با این یعنی اسلوب چنان کتاب نویسد و در بهترین صورت این کتاب را ترتیب دهد و تصنیف کند. این کتاب را نویسد تا اینکه علم امام بخاری به تمام مشرق و مغرب پهن شود و همین خیلی کرد. کتابی که امام بخاری نوشتن در عالم از روزی که الله تعالی انسانیت را آفرید تا امروز آمده است و امید میکنیم که تا قیامت میرد. بهترین کتاب است. اما قرآن سخن الله است، اون نوشته آدمیزاد نیست، او سخن الله است. اما صحیح بخاری مهنت امام بخاری است. عمر خود را برای جمع حدیث صرف کردن، بعد 16 سال دیگر برای تصنیف کتاب وقت جدا کردن. باب من رفع صوته بالعلم، باب درباره آن آدمی که با علم آوازش را برداشته است. مرادی برداشتن آواز این که علم دورتر رود. برای دورتر رفتن به صفت علم مهنت کردن که واقعا امروز به تمام مشرق و مغرب به یک مسجد وارد میشوید رواه البخاری، امام بخاری روایت کرد. بار همراهی یکی از نزدیکان ما به مسجد نبوی در آمدیم. بعد اینکه نماز جمعه تمام شد پرسیدم که یگان چیز فهمیدید از خطبه جمعه؟ گفت 2 کلمه رو فهمیدم. یک تنش گفت بخاری، یعنی که هر حدیثی که خطیب میگفت در آخرش رواه البخاری میگفت. این حدیث رو امام بخاری روایت کرده است. یعنی واقعا امام بخاری علم خود را با آواز بلند گفتن که به تمام گوشه کنار دنیا رسید. و امروزه این اینترنت و این برنامه‌های نو هم میتواند به واسطه این علم خود را بلندتر از یک گوشه کنار دنیا ایستاده به دیگر جاها رساند. سبحان الله. ابوالفرج ابن الجوزی را نقل میکنند که وقتی که وعظ داشتن، مجلسی نصیحت داشتن، در قله کوه برآمده میکردیان. در مسجد آدما نمیگنجیده است در برآمدشان، برای همین در بالای کوه برآمد میکردیان. مردم در وادی می نشسته است، در پایان کوه، یعنی از این کوه تا کوه دیگر مردم پر می نشسته است. میکروفون نبود اون زمانه و در قله بلند کوه برآمده وعظ میگفتن، نصیحت میکردن، همه میشنوید. یعنی آدمی علم دار برای رسانیدن علمش آواز خود را باید بلند کند تا اینکه مردم شنود. و این گفتیم که خواه به واسطه خواه به واسطه. به واسطه مانند پیامبر صلی الله علیه و سلم
با بالای منبر میبرآمدن و با آواز بلند میگفتند، یا مانند ابوالفرج ابن الجوزی یا دیگر علما که با آواز بلند، یا اینکه با دیگر مملی ها، دیگر آدم ها در 20 متر یا 30 متر ایستاده سخن استاد را باز به دیگرها میرسانیدند. استاد که تکرار کرد، یک شاگرد دیگر با به دیگرهایی که نشنیدن تکرار میکردند، اون یک آدم دیگر از اونجا شنیده به دیگرها میرسانید. وقتی که مجلس وسیع بود، میکروفون که نبود، بلندگویک که نبود، به همین طریقه علم را میرسانید. و در زمان ما سبحان الله با واسطه این برنامه ها از یک برچ دنیا ایستاده علم را به تمام دنیا رسانیده می شود. ولی افسوس که مردم این را قدر نمی کنند و در مجلس علمی نمی شینند. خب این حدیث واقعا دلالت به برداشتن آواز با علم میکند و ما این حدیث را در بدایت کتاب عمدة الاحکام در کتاب طهارت شرح دادگی هستیم و انشالله باز در صحیح بخاری هم در کتاب علم و هم در کتاب طهارت می آید. احکام طهارتش را آنجا بیان میکنیم. اینجا فقط شاهد از ذکر این حدیث این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم علم را با آواز بلند گفت، از دور ایستاده گفتند. اگر حاجت پیدا کند اهل علم، میتواند آوازش را بلندتر کرده به مردم علم را رساند. والله تعالی اعلم.